خانم دکتر توحیدی و هم شما بینندگان رو دعوت میکنم به یه بخش دیگری از فیلمی که خانم علی نژاد تهیه کردن در سال گذشته که گفتگوی ایشون با حامیان آقای احمدی نژاده و یک بخشی هم با برخی از اعضای ستاد ایشون که البته برگردیم خانم علی نژاد حتما در موردش توضیح داره. جناب احمدی نژاد پشت تلویزیون نشستن گفتن که ما مشکلمون جوانهامونه، موهای جوانهامونه، لباسهای جوانهامونه. اینو اعلام کردن. ما مشکلات بزرگتر از این داریم. ولی بعد از انتخاب جناب احمدی نژاد مخالفین جناب احمدی نژاد گشت ارشاد و آوردن کاشتن سر چهارراه تا اینکه جناب احمدی نژاد رو تخریب کنن و تخریب کردن و الان به این نتیجه رسیدم و الان من توی خیابونها جوانها رو میبینم میگم ما مشکلی نداریم، فقط گشت ارشاد رو جمع کنن، ما همه به آقای احمدی نژاد رأی میدیم. ولی در صورتی که جناب احمدی نژاد گشت ارشاد رو سر خیابونا نکشتن. نیروی انتظامی تحت نظارت وزارت کشور آقای احمدی نژاد نخیر دست مخالفین جناب احمدی نژاد بوده. شما مطمئن باشید به صرف اینکه ما ستاد آقای احمدی نژاد کار میکنیم نمیخوایم مثلا تعصب بخرج بدیم. مطمئن باشید که تمام برنامه‌های آقای احمدی نژاد در این مدتی که در 4 سال گذشته اگر به حق وارد بشیم، اگر غرض نداشته باشیم، جز کارهایی بوده که مورد پسند کل عموم بوده. میکنی؟ نظر دومی که گشتای ارشاد جلوتون میگرفتن چیه؟ گشت ارشاد مهم نیست. مهم نیست؟ حمایت بخشی از فیلم مستند خانم وصیه علی نژاد هست که پارسال همین روزها از تهران تهیه شده. خانم علی نژاد بخش دوم که معلوم بود مال مقابل دانشگاه تهران، اما توضیح بفرمایید خیلی کوتاه که بخش اول اون آقایی که صحبت می‌کرد، اون آقایونی که صحبت می‌کردن کجا بود؟ بخش اول توی ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد در خیابون انقلاب روبروی وصال بود. همونجوری که قبلا هم گفتم انقدر اون وقتها مهرورزی و مهربانی زیاد بوده که همه خبرنگاران اجازه داشتن که برن فیلم بگن. البته این مستند رو همکارم تهیه کرده که الان ایران هست و من بنا به همون دلایلی که همه میدونید خیلی اسمش رو نمیتونم بگم. در واقع هم عنوان همکاری میتونم باشه. جمله رو اون آقایی که نشسته بود و ظاهرا رئیس بودن یا حالا مسئولی در اونجا بودن میگه که مطمئن باشید همه برنامه‌های آقای دکتر اگه به حق وارد بشیم جز کارهایی بوده که مورد قبول همه مردم بود. آیا این جمله رو شما قبول دارید و اینکه واقعا گشت ارشاد دست آقای احمدی نژاد نبود و مخالفین ایشون می‌خواستن خرابش کنن این کارو می‌کردن؟ ببینید همونطور که خانم توحیدی به زیبایی هم اشاره کرد، شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد رو نباید خیلی ما بهش ساده نگاه بکنیم. شعارهایی که واقعا اون بخشی از مردمی که تو خود ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بودن تا مردمی که توی بخشای خیلی حالا مستضعفتر جامعه هستن باور میکنن. همون جایی که اشاره میکنن خیلی با تحکم داره میگه که آقای احمدی نژاد رو میخواستن خراب بکنن و آقای احمدی نژاد با موی جوونا مشکلی نداره. من فکر میکنم این دوتا آدمی که در ستاد انتخاباتی هستن دوتا راه داره، یا به راحتی دروغ میگن مثل از به هر حال خود آقای احمدی نژاد تبعیت میکنن، اما من در یک نگاه خوشبینانه احساس میکنم استنباط خودم اینه که اطلاعات غلط دارن. خیلی نمیشه به این راحتی باور کرد که این مردم هم مثل آقای احمدی نژاد دروغ میگن. در واقع اطلاعاتی که به اینا داده میشه همون اطلاعاتی که نقل کردن. گفتن تلویزیون آقای احمدی نژاد اومد نشست و گفت که من دستور برای برخورد ندادم. راست میگن، این اطلاعاتی که به اونها داده شده. روزنامه ایران هم به نقل از آقای احمدی نژاد و آقای الهام اگر یادتون باشه این رو رد کرده بود. حتما فکر می‌کنم یادتون هست که آقای الهام تکذیب کرد، گفت این برخوردها با ما نبوده. در واقع این مردم دارن اطلاعاتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی بهشون میده رو در پاسخ به ماها میگن. اما نیروی انتظامی احمدی نژاد رو و دولت رو وادار کرده بود تا دستور محرمانه‌ای که
آقای احمدی نژاد داده بود برای برخورد با بدحجابی رو منتشر بکنه. شما یادتون هست که همه خبرگزاری ها منتشر کردن اما صدا و سیما بهش نپرداخت. حتی من یادم هست روزنامه ایران خیلی کمرنگ بهش پرداخته بود. بنابراین اون جوونی که میاد اونجا یا اون پیرمردی که تو اون ستاد انتخاباتی با خیلی علاقه‌مندی از آقای احمدی نژاد دفاع میکنه، در واقع محصول اطلاعات غلطی که صدا و سیما و دولت دارن بهشون میدن با بستن روزنامه‌های ما، با زندانی کردن همکاران ما، فضای تک‌بعدی و تک صدایی رو در پیش گرفتن و شعارهای پوپولیستیشون هم متاسفانه داره جواب میده. حالا اگر فرصت بود من راجع به آزادی اندیشه بحث اتفاقاتی که توی برای مراجع تقلید افتاده و اتفاقاتی که برای خود سید حسن افتاده رو بهش اشاره بکنم که این آزادی حجمش اینقدر ضعیف و محدود و حقیر هست که حتی به خودشون هم رحم نکردن و آیت الله رو آیت الله ها و کسایی که مورد قبولشون تا 1 سال پیش بودن رو هم توی این آزادی محدود طرد کردن اخیراً. امیدوارم که بحث امشب ما به این فرصت برسه که ما بتونیم در مورد مسائل روز بیشتر صحبت کنیم.